علاقمندان بودن هر کدومشون سعی میکردن یه جوری خودشونو سرگرم بکنن تا اینکه نوبت به دیدن برنامه دندون مصنوعی طلای دل منو بردی میرسه، ولی زیر یهو کلثوم خانم سگ اخلاق پرستار خاموشش میکنه و میگه دیگه دیره بره بگیره بخوابه. برای همین اینا کفری میشن و میرن تو فاز نقشه کشی تا برن این کلثوم خانم رو خفتش بکنن. و یه روز که کلثوم جان داشت میرفته اینا یهو سوسکی از اتاقشون میزنن بیرون و دزدکی میرن تو اتاق کلثوم خانم، ولی اونجا هرچی میگردن کنترل تلویزیونو پیدا نمیکنن تا اینکه چشمشون میخوره به دریچه کولر که روی سقف بوده. نمیدونم شروع میکنه به بافتن طناب، میبندنش به این یارو ایزی لایفیه و میفرستنش بره از بالا سر کلثوم خانم کنترل رو بیاره، ولی اینقدر حاضر به شخمن بوده که همونجا یه چرت ریزی میزنه. شب بخیر. و وقتی کلثوم بدبخت میبینتش پشماش میریزه. یا حضرت پدرجان این میت اینجا چیکار میکنه؟ وقتی هم که صدای جیغشو میشنون اینام کلا طناب از دستشون ول میشه، اما آخر میبینیم یارو ایزی لایفیه میاد و میگه که کار درآورده و کلثوم جان طناب پیچ بسته بندیش کرده بوده. ماشاءالله پدرجان. بعدی حاج خانمه میره با مهارت ناخن سگ شیشه ویترین و گیردال طوری در میاره تا کنترل تلویزیون بر بدارن دیره. آخرم با یه فاز پیروزی و چوس کلاستوری که داشتن بر تبل شاده میکوبیدن راه میرفتن و تا میان تلویزیون رو روشن میکنن میبینن که اشتباه ریموت کرکره برقی رو داده بودن و از این اشتباه بشن میدادن فقط کرکرش بالا پایی میشده. بله دیگه سین که رسید به 50 فشار میاد به 50. یعنی چیز ضرب المثل من نمیفهمم. خیلی ممنونم.